چی میشه که یه دختر به این ایده میرسه که داشتن شوهر پولدار میتونه آینده رو تضمین کنه؟ اونم توی موقعیتی که ما داریم میبینیم که سلامت روان و شخصیت یک فرد که ارتباط رو موندگار کنه. پس خیلی مهمه که رو با گوش دادن و گرفتن با چه مدل آدمایی شروع کنیم. امثال اینا که کلا من با 500 میلیون خرج خودم میکنم، مشکل فلان مدرک رو دارم. ببین اینا اصلا حرفشون صرفا با جنس مخالف نیست. اینا حرفشون این هستش که منفعتی ارتباط برقرار کنه. وقتی وارد روابط اجتماعیشون میشی می‌بینی به همه دارن از بالا به پایین نگاه میکنن و اصلا قصدشون ارزش دادن آگاه سازی دخترها نیستش و صرفا باعث دور شدن دخترها از جنگیدن و رسیدن به اهداف اصلی زندگیشون میشه. یعنی من یه وقتی واقعا خندم میگیره واقعا میگن دختر ایرانی از جنس الماسه. من تمرکزم روی پیشرفت کارم یا گرفتن حرفه جدید و چیزی که دوستمون داشتن میذارم و صرفا برای اون فهم و احترامی که از طرف مقابلم میگیرم شروع به ارتباط میکنم و امثال اینا که دنبال پایین آوردن شأن دختر ایرانی هستن اصلا آدم حساب نمیکنن.